قوم مغول در مورد اصل و تبار خودشون افسانه‌ای دارن که میگن 2000 سال قبل از زایش چنگیز به خاطر یک جنگ هولناک و خونینی که در میگیره تمام افراد قوم مغول کشته میشن به غیر از 2 نفر، یه زن و یه مرد. این دوتا که جون سالم به در میبرن فرار میکنن و میرن به یک کوه سخت گذری، داخل اون کوه پناهنده میشن. اون زن و مرد فراری توی اون کوه سکونت میکنن و بعد از یک اتفاقایی که بینشون میفته صاحب فرزندایی میشن و بعد از گذشت قرنها رفته رفته به تعداد اونها اضافه تر میشه. کم کم دیگه اون دره کوه برای اون همه آدم و 4 پا کوچیک و تنگ شده بود، پس تصمیم میگیرن که 2 مرتبه به جلگه هاشون برگردن تا بتونن رفته رفته یه خودی هم نشون بدن. اما از این داستان خیالی و تخیلی که بگذریم میرسیم به یسوکای بهادر، پدر تموچین یا چنگیز مغول. این یسوکای بهادر طبق سنن پدرانشون که نسل به نسل ادامه پیدا کرده بود شده بود رئیس عشیره قوم مغول. این بابا تو سال 1175 میلادی درگذشت که تو اون زمان تنها 1 زن داشت و چند تا بچه قد و نیم قد که وسط این بچه‌های قد و نیم قد یکیشون از همشون بزرگتر بود و تقریباً 13 سالی سن داشت. کسی نبود جز تموچین که بعدها خودش رو چنگیز خان یعنی خان خانه ها نام گذاشت. پدر چنگیز فرمانده و رهبر دسته‌ای از راهزنایی بود که تونسته بود تو بین افراد عشیره خودش اسم و آوازه‌ای رو در بکنه و یه جورایی هم حرفش رو میخوندن و نفوذ کلام داشت. خاندان پدری یسوکای یکی از قدیمی ترین خاندانهای امرای مغولستان بود، به طوری که نیاکانشون خودشون رو از نسل گرگ خاکستری میدونستن که تونسته بودن نقش بزرگی تو تاریخ اقوام بیابانگرد داشته باشن. اما باز این مغول‌ها یه داستان قدیمی و تخیلی دیگه هم دارن در مورد این تبار و خاندانشون که اینجوری نقلش میکنن. میگن که یکی از نیاکان یسوکای بهادر به میدان جنگ میره و اون جنگم باعث میشه که 2 سالی از زنش دور بمونه. بعد از 2 سالی که به سمت یورتش برمیگرده یک دفعه متوجه میشه که زنش بار داره. اون زنم که یک دفعه بعد از 2 سالی از شوهرش هیچ خبری نداشت و فکر میکرد که از بین رفته، یک دفعه خشکش میزنه. برای اینکه بخواد بی‌وفایی خودش رو برای شوهرش ثابت کنه شروع میکنه به سر و هم کردن یه داستانایی که این داستان بین مغول‌ها اینطوری جا افتاده. میگه یه شبی که تنها بودم و تو یورت خودمون دراز کشیده بودم، یه دفعه متوجه شدم که یه نوری از بالای چادر به داخل یورتمون میتابه. خب بدون شک نوری بود که داشت از یه ستاره میتابید. اون نور قیافه یه مرد جوانی رو به خودش گرفت، مردی با موهای مجعد و بور و چشمای آبی رنگی که داشت یهویی به سمت من اومد و دستی به شکمم کشید و خیلی زود متوجه شدم که منو آبستنم کرده. شنیدید بخشی از داستان و حکایت بیمهری یکی از زنهای خانهای مغول به شوهرش که در آینده ای چند چنگیز از این نسل به دنیا اومد. در حقیقت در مورد اصل و تبار خاندان مغول این روایتی رو که شنیدید نظیر اون رو میتونید تو خیلی از اساطیر و افسانه هایی که در مورد تبار خاندان آسیایی گفته شده رو ببینید، گرچه توی انجیل هم چند تا از این داستان ها وجود داره. بگذاریم برسیم به اصل داستان خودمون. قوم مغول یسوکای رو که پدر چنگیزه و پدران یسوکای رو جزو قهرمانان ملی خودشون میدونن، به طوری که با غرور زیادی داستانهای این خاندان بزرگشون رو برای همدیگه نقل میکنن که مثلا خیلی کار درست بودن، اما واقعیت چیز دیگه یه که چی شد این خاندان به سر زبونها افتادن و ماجرا از این قراره. جد یسوکای مثل خیلی از خانهای دیگه صحرانشین یه مرد بینوا و تنگ دستی بود. برای اینکه بتونه زندگی خودش رو قبیلش رو سر و سامونی بده تصمیم میگیره که به خدمت بیگانه ها در بیاد و برای اونها کار بکنه.
پس میشه مزدور امپراتور چین و قرار میشه که جیره بگیره تا برای اونها به جنگ بره. از قضا میزنه یه جنگی هم خیلی زود در میگیره و مغولام که موفق شده بودن توی اون جنگ پیروز بشن براشون خیلی مثمر ثمر افتاد. چرا که پادشاه چین به خاطر این پیروزی یک جشن بزرگی رو تو کاخ پکن ترتیب داد و یک سری از افراد بزرگ خاندان مغول هم توی اون بزم و جشن دعوت بودن. جد بزرگ یسوکای تو این بزم نه تنها با پرخوریش انگشتنمای خاص و عام شده بود، یه جورایی هم مست و پاتیل شده بود که پاک ارادش رو از دست داده بود. انقدر از خودش بیخود شده بود بدون اینکه متوجه بشه میره به سمت پسر امپراتور چین و با بی‌ادبی تموم ریشه این بنده خدا رو میگیره و محکم میکشه، طوری که یکی دو قدمی هم اون رو از جایی که وایساده بود رو تکونش میده. اما اتفاقی که به خلاف تصورات کسایی که توی اون جمع بودن میفته اینه که امپراتور چین نه تنها از این اتفاق ناراحت نمیشه، بلکه از اون کلی تقدیر و تشکر میکنه و بعدش هم با کلی هدایای زیادی که به خودش و افراد قبیلش میده اونها رو روونه دیارشون میکنه. وقتی هم که این خان مغول به زادگاهش برمیگرده، این داستان یه جورایی آب و تابش میدن و دهن به دهنش میکنن که خیلی زود تو سراسر استپ‌های مغولستان میپیچه و از این طریق بود که تونسته بودن برای خودشون تو بین عشیرش اعتبار و نفوذ زیادی دست و پا کنن. یسوکای بهادر پدر چنگیز اون هم همین تصمیمو میگیره و شمشیر و بازوی خودش رو به خدمت امپراتور چین در میاره. با همسایه‌های قدرتمند خودش هم با مدارا رفتار میکرد و چیزی هم حدود 20,000 سوار به زیر فرمونش بودن. یسوکای حتی تونسته بود که با بزرگترین فرمانروای صحرای گوبی یعنی خان کرایی طرح دوستی بریزه و یه جورایی هم متحد خونی هم شده بودن. پدر چنگیز برای سربلندی و بهبود زندگی خاندان و قبیله خودش تلاش‌های زیادی کرد که در نهایت با مرگ نابهنگامش تمام کارهاش و هدفهاش ناتموم موند. اما بعد از مرگ اون بود که مغول‌ها برای دفاع از چراگاه‌هاشون در برابر حمله همسایه‌های نیرومندتر از خودشون با مشکلات زیادی روبرو شدن. به واقع هیچ کاری هم از دست زن بیوه یسوکای و پسرش تموچین بر نمی اومد. به همین خاطر افراد قبیله کم کم پراکنده می شدن و به خدمت خانهای دیگه می رفتن. ایلون زن یسوکای با وضع دشواری روبرو شد. با از دست دادن مال و احشام خودش و بچه‌هاش به گرسنگی محکوم شدن و با پراکنده شدن مردان مسلح قبیله در معرض خطر مرگباری قرار گرفتن. اما ایلون که زن شجاعی بود، اون تونست که برخی از مغول‌ها رو به قبیلش برگردونه. تونستن که چیزی برای خوردن و حتی وسیله‌ای هم برای دفاع کردن به دست بیارن. اما باز از این موضوع مدت خیلی زیادی نگذشت که تموچین با همت مادرش تونست به قدرت درونی خودش پی ببره تا بتونه خودش رو در جایگاهی ببینه که بتونه سرپرستی و رهبری قومی رو به دست بگیره. پس فرماندهی عشیره کوچیک خودش رو به دست گرفت و جنگاورایی هم به زیر فرمان خودش در آورد. به واقع یاران یکدلی پیدا کرد که حاضر بودن براش شمشیر بزنن. تموچین نوجوان از دیگران آراسته تر، توانمندتر و نیروش از افراد عادی بیشتر بود. پیشونی بلند و زیبایی داشت، چشمای ریز و درخشانتری از بقیه داشت. موهای خرمایی و چهره پرید رنگش هم باعث تعجب بیننده می شد. دون دوران زندگی تموچین مثل زندگی بزرگزاده ها و نبردها شبیه دلاورای افسانه‌ای نبود، چون مثل یک راهزن زندگی می کرد. از این موضوع چند سالی گذشت و تموچین تو سن 17 سالگی ازدواج کرد. بعد از مدت کوتاهی از عروسیش افراد قبیله مرگیت از نبود تموچین استفاده میکنن و بورته زنش رو میدزدن.
اما مغول‌ها تو مسائل اخلاقی چندان احساساتی و متعصب نبودن و همین خاطر دندون رو جیگر گذاشت و تصمیم گرفت که تو اولین فرصت به سراغ مرگیت ها بره تا خاک رو از خون اونها گلگون کنه و همسرش رو نجات بده. تدارک مقدمات حمله مدتی طول کشید، اما سرانجام وقتی که بورتره رو از چنگ دشمن بیرون کشید، شوهرش متوجه میشه که زن بار داره. اما بعد از به دنیا آمدن پسری از بورته، تموچین هیچ وقت نخواست که بفهمه این پسر برای خودش بوده یا نه. اما به هر حال کودکش رو جوجی اسم گذاشت و چنگیز اون رو به طور ضمنی فرزند خودش میدونست. مغول‌ها در نتیجه وصلت کردن با خانواده بورته که پدر بورته چون خودش سرکرده ی قبیله دیگه‌ای بود، تونستن که رفته رفته قدرتمندتر بشن. پس تموچین حالت دفاع رو رها کرد و بیشتر به تعرض و حمله می پرداخت. این موضوع باعث شد که گام به گام به سمت هدفش پیش بره تا بتونه پایه‌های چیرگی آیندهش رو بر جهان استوار کنه. تموچین از همون موقع برای رسیدن به اهدافش از ستمگری و سختگیری بیجا، البته در مورد قبایل مغلوبی که از نژاد مغول بودن، پرهیز می‌کرد. تنها یاغیان، گردنکشان‌های بزرگ قبیله خودش رو که بعد از مرگ پدرش، مادرش و خانواده‌اش رو تنها گذاشتن، اونها رو گیر می آورد و داخل خمره‌های چوبی می‌کرد و اونقدر شکنجهشون میداد تا جونشون از تهشون بیرون بزنه. خیلی زود نیروی کشش جاذبه‌ای این خان جوان طوری گسترش پیدا کرد که تو سراسر استپ‌های مغولستان پیچید. تموچین فرد بسیار باهوشی بود، چرا که هیچ وقت با خان کرائیت که با پدرش عقد اتحاد بسته بودن کمکی نخواست، به خاطر اینکه نمیخواست خودش رو طرف ضعیف در جلوه بده. به این ترتیب 20 سالی از فرمان رواییش تو مبارزه های پی در پی و بی مقدمه و با مقدمه برای سلطه بر سرزمینی نسبتاً محدود سپری شد. ولی قبایل مختلفی مثل دونه های ارزنی که در جاهای مختلف بیفتن از هم دور می شدن، هی دورتر می شدن. کینه‌توزی ها روز به روز بیشتر می شد، به طوری که هر دسته و هر قبیله‌ای برای خودش سرکرده خودسری انتخاب کرده بود. اهمیت و دشواری جنگ‌های تموچین تو این 20 سال توأم شده بود با بکارگیری نیرنگ و سخت‌کوشی و گذشت‌های زیادش، چرا که تو بیشتر جنگ‌هاش تا مرگ با سر مویی فاصله نداشت، چون تو صف اول نبرد همیشه می جنگید. روزی تیری به گردنش اصابت کرد و چنان خونی از این گردن بیرون میزد که نزدیک بود تا جونش را از دست بده. اما اطرافیانش که خیلی هوشیار بودن، خیلی سریع مقداری برف روی سنگ داغی ریختن و اون رو کوبیدن و با دادن تنفس مصنوعی تونستن که اون رو از مرگ نجات بدن. سردار مغول همونطوری که روی برف افتاده بود و در حال تشنج بود و توان حرکت کردن هم نداشت، اما یاران با وفاش تمام شب رو بر روی تموچین خم شده بودن. با پوششایی که داشتن اون رو طوری گرم نگه داشته بودن که مبادا اتفاقی برای این خانشون بیفته. تو سال 1189 میلادی تعدادی از قبایل مغولستان شرقی تموچین رو خان خودشون میخونن، اما هنوز فرصت مناسبی به وجود نیامده بود تا بتونه طرح و هدف بزرگی رو که توی سرش داشت پرورش میداد رو انجام بده. چند سالی باز بدین منوال گذشت. سرانجام فرصت مناسبی برای تموچین به وجود اومد، چرا که بین سلسله امپراتوران کین توی شمال چین که مغولستان هم به ظاهر تحت نفوذ اونها بود، با بعضی از قبایل آلتایی و بایکال کشمکشی در گرفت. تموچین هم که خب بچه زبر و زرنگ و تیز و بزی بود، خیلی سریع از چین جانبداری کرد و تونست به این طریق پول و اسلحه زیادی به دست بیاره، گرچه اون جنگ هم به نفع مغول‌ها تموم شد و دربار پکن هم با دادن القاب و افتخارات زیادی از تموچین قدردانی کرد.
تموچین به یه جایگاهی رسیده بود که همه سران قبایل مایل بودن که با اون طرح دوستی و اتحاد بریزن. اون فرصت رو غنیمت شمرده بود. تصمیم گرفت که خان پیر کرائیت رو برای بستن پیمان اتحاد به سمت خودش بکشونه، پس دعوتش کرد به این اتحاد. این اتحاد هم خیلی سریع تشکیل شد. بعد از متحد شدن اونها تونستن قبایل دیگه مغولستان رو در هم بکوبن، گرچه نقش تموچین توی این پیکارها به مراتب چشمگیرتر بود. اعتماد خان کرائیت نسبت به تموچین طوری جلب شده بود که به ظاهر تصمیم می گرفت تا اون رو برای جانشینی خودش انتخاب کنه. اما پسر کرائیت که موقعیت خودش رو تو خطر می بینه، با تحریک کردن پدر باعث میشه که سهم مناسبی از غنایمی رو که به دست آورده بودن رو به تموچین نده. اما تموچین این تحقیر رو ندید گرفت. تموچین که تو این مدت 8 ساله پیمانشون تونسته بود پایه های قدرتش رو محکم‌تر بکنه، تو سال 1202 میلادی به خاطر رفتار غیر دوستانه‌ای که از متحد خودش دیده بود، رشته اتحاد رو پاره میکنه و با هوشمندی زیادی گناه رو به گردن خان کرائیت میندازه. پس جنگی بین این دوتا در میگیره. خان سال خورده تو این جنگ شکست میخوره، زمان فرار کردن هم کشته میشه و این میشه که خیلی از کرائیت ها به صفوف مغول ها میپیوندن و سر به فرمان چنگیز خان نهادند. قدرت مغول ها مثل بهمنی که از کوهی فرو بریزه دم به دم قوی تر می شد. خانهای کوچکی هم که استقلال خودشون رو در خطر می دیدن، دست به دست هم دادن تا بر تموچین بتازن. اما اون که هوشیارتر از اینها بود و چنین وضعی رو پیش بینی می کرد، قبل از اینکه دشمن بر او بتازه او بر آنها تاخت. بعد از 30 سال بر تمام مغولستان چیره شد که در نهایت اتحادیه عشایر رو به قدرتی بزرگ مبدل کرد که تا به آن روز در سرزمین مغولستان چنین فرمان روایی حکومت نکرده بود. تموچین تو پاییز سال 1206 میلادی مجمعی از قبایل بزرگ و سر به فرمانهای خودش رو تشکیل میده که در اون مجمع پدرخوانده خان مغول که بزرگ قوم قامان بود به تموچین لقب چنگیز خان داد. بعد از تشکیل این مجمع اتفاقاتی رخ داد که چنگیز خان به بررسی وضع دشمنای تازه خودش پرداخت. بنیان دولت از لحاظ داخلی قدرتمندتر شده بود، داشت نتیجه گیری میکرد که استحکامش رو تو خارج از مرزها هم محکی بزنه. چنگیز خان مغول تا اون زمان هنوز رسما خراجگزار کینها بود که توی شمال چین بودن و به خوبی میدونست که هنوز موقع اقدام علیه این حریف نیرومندش نرسیده. اما تو جنوب غربی مغولستان دولت دیگه‌ای به نام هیا وجود داشت که عرض اندام میکرد و مدتها بود که از دولت چین جدا شده بودن. ساکنین کشور هیا پیرو آیین بودا بودن و جادوگری رو خوب میدونستن. چنگیز در ابتدا به دولت هیها حمله کرد، حمله ای که مقدمه‌ای میشد برای حمله کردن به سرزمین پهناور چین. اون تونست بخش زیادی از کشور هیها رو اشغال بکنه و با غنایم بسیاری به مغولستان برگرده. بعد از حمله به کشور هیها دیگه نوبت به چین شمالی رسیده بود، در صورتی که خان مغول هیچ وقت بدون مقدمه و بدون بهونه‌ای دست به هیچ اقدامی نمیزد. چنگیز خان پیمان سری رو با امپراتوری های چین جنوبی که از خاندان سونگ بودن بست. به واقع این امپراتوری که مظهر خاندان ملی چین به حساب می اومدن و هیچ وقت هم سلسله کینهای شمال چین رو به آدم حساب نمی کردند و به رسمیت نمی شناختند، پس تصمیم می گیره که برای از بین بردن اونها با چنگیز هم پیمان بشن. کینها طبق نقشه معینی محاصره شدن. از طرفی هم توی کشور خودشون هم چندان جای پای محکمی نداشتن، چرا که
نسلشون مثل تمام اقوام وحشی در نتیجه اقامت زیاد و طولانی که توی چین داشتن فاسد و ناتوان شده بودن. بالاخره چنگیز مغول هم تصمیم میگیره که بدون اعلام جنگ دست به حمله بزنه و میزنه. پس با 20,000 سوار به حرکت در میاد و خودش رو به پشت دیوار چین میرسونه. لشکریانش با ستونهای متعددی پیش میرن و تو مدت کوتاهی میتونن که ایالتهای شمالی چین رو تصرف کنن. در اون زمان بدون شک خیلی قوی تر از مغول ها بودن و وسایلشون هم مجهزتر بود، ولی چون صفهای فشرده داشتن، وسایل جنگی اونها دست و پا گیر شده بود، به قدرت تحرکشون لطمه خیلی زیادی زد و از اون سمت هم سوارهای سبکبار چنگیزخان تحرک خیلی بیشتری داشتن. به واقع این اولین باری بود که قوای چریکی صحرانشین‌های نیمه وحشی تازه به قدرت رسیده مغول جرأت حمله به یک قلمروی سلطنت نشین که دارای قدرت نظامی کامل و ارتش منظمی بودند، به مراتب هم از اونها قوی تر بودن پیدا کرده بودند. به طور که مورخین هم اظهار نظر میکنن این اولین جنگ کلاسیک چنگیز بود که توی سال 1211 اتفاق افتاد که هدف اصلیش هم تصرف سراسر خاک بزرگ چین بود. تو ابتدای این جنگ مغول‌ها تو محاصره دژها و شهرهای بزرگ تلفات سنگینی رو متحمل شدن، چرا که بارو و برج‌های چینی‌ها خیلی مستحکم بود. برای رخنه کردن درون اونها بسیار سخت و طاقت فرسا بود. اما این مغول‌ها کم کم شیوه جنگیشون رو تغییر دادن و برای اینکه کمتر تلفات بدن به پشت دیوار چین میرفتن. هی عقب نشینی میکردن تا بتونن هر سال تاخت و تازاشون رو از سر بگیرن و ناگهانی تر حمله کنن. به همین خاطر این جنگ به مدت 4 سال طول کشید. با گذشت زمان شیوه های جنگی قبایل بیابانگرد کاملتر میشد. برای حفظ جون سپاهیانشون راهکارهای تازه‌ای پیدا می‌کردند. وقتی که اونها به قسمت‌های مستحکمی برمی‌خوردن، مردمان غیر نظامی بدبخت چینی رو پیشاپیش لشکریانشون به حرکت در می‌آوردن و مدافعهای قلعه‌ها و دژها هم مجبور می‌شدن که همشهریای خودشون رو تیربارون کنن و این نوع روش برای مغول‌ها بسیار مؤثر افتاد. بعد از گذشت مدتی شهر پکن که تو اون زمان پایتخت امپراتوری چین بود، به خاطر فرار امپراتور بی ارزه و بی دست و پاشون سقوط میکنه و تعداد بسیاری از مردم فلک زده چین که بی یار و یاور شده بودن به داد تیغ مغول‌ها کشته شدن. مغول‌های بیابانگرد وحشی ساکنین پایتخت رو به وضع هولناکی قتل عام کردن و کاخ امپراتور و شهر رو به آتیشی کشیدن که 1 ماه طول کشید. چنگیزخان به تدریج موفق شد که سرتاسر چین شمالی رو تصرف کنه و بعد از اون به سرزمین خودش برگشت تا بتونه بخش دیگه ای از جهان رو اشغال کنه. به همین خاطر سردار خودش رو که مغولی نام داشت رو با 30,000 سوار و چند واحد کمکی توی چین باقی گذاشت تا فتح اون کشور رو به پایان برسونه. چنگیز یه چیزی میگفت که ارتشش باید ارتشی باشه که مورد علاقه مردم و متشکل از افراد عادی باشه. میگفت درون ارتش نباید توجهی به اصل و نسب کرد و تنها باید شایستگی اونها رو در نظر گرفت. معتقد بود که راههای پیشرفت باید به روی همه کس، حتی کسایی که تا دیروز دشمنش بودن ولی امروز خودشون رو شرافتمندانه در اختیار ارتشش و خودش قرار میدن و فرمان بردار شدن باز باشه. این خان مغول فرمانده هایی رو که بدون شایستگی به مقامی میرسیدن مقامشون رو تنزل میداد. چرا میگفت که برای پیشرفت و ترقی تنها زور و بازو و دلاوری
ملاک نیست، چون کسی که به زور و بازوش متکی باشه به اون بنازه نمیتونه از درک و قدرت سربازش با خبر باشه، پس فرمانده شایسته‌ای هم نیست. چنگیز مغول در سایه خیرخواهی و قضاوت صحیحش سرداران مغلوب شده رو، البته نه همه رو، به اطاعت مطلق خودش در می آورد و اون رسم دیرین و کهنی رو که سرداران شکست خورده رو از دم تیغ می گذروندن رو ملغا کرد. ارتشش در ابتدا تنها از سواران تشکیل شد، اما بعدها و رفته رفته به واحدهای پیاده و مهندسی مبدل شدند که بخش بزرگ اون رو نیروهای کمکی چینی و ایرانی تشکیل میدادند. اردوکشیشون همیشه بعد از تهیه کامل مقدمات و تدارکات انجام می گرفت. اونها در ابتدا از نقاط ضعیف دشمن، چه در سیاست داخلیشون چه از لحاظ زمینه سوق الجیشیشون، کسب اطلاع می کردن تا بتونن بهتر در نقشه های جنگی که طرح می کنن به نحو صحیحی استفاده کنن. بعد از انجام این مراحل ابتدایی، چنگیز نماینده های تام الاختیار خودش رو میفرستاد که از حریف بخواد که از در مسالمت و دوستی با اونها وارد بشه. هر وقت که این پیشنهاد پذیرفته میشد، حریف میبایست 10% داراییش رو از جمله مردان زیر فرمانش رو تسلیم چنگیز بکنه. همینطور نیروهای کمکیش و اطلاعات دقیق و کاملی درباره وضع راه‌ها، استحکامات، منابع تجهیز لشکرش رو در اختیار اونها قرار بده و حتی گروگان و فرمانده‌هایی به اونها واگذار بکنه که آشنا به وضع محل باشن. اما خدای نکرده، گاهی وقتها زمانی که حریف سر تسلیم فرود نمی آورد، طبق قوانین جنگی چنگیز و مغول‌های وحشی کشور رو با خاک یکسان می‌کردن، پودرش می‌کردن. حتی اگر احساس می‌کردن که مردم احتمال شورش طغیان دارن، همه را از دم تیغ می‌گذروندن، به طوری که به سگ و گربه‌های اون شهر هم رحم نمی‌کردن. مغول‌ها، وحشی‌ها هیچ وقت اجازه نمی‌دادن که پشت سرشون سرزمین‌های وسیع و آبادی، حتی مردمی که احتمال می‌رفت شورش طغیان کنن، باقی بمونن و همه رو از بین می بردن، به گونه‌ای که درخت و آدمی براشون فرقی نداشت و به هر دو به یک نظر نگاه می کردن. چنگیز مغول همیشه به سرداراش می گفت با دشمنی که با زور و بازو و با شمشیر سر به فرمان فرود میاره، صلح واقعی امکان پذیر نیست، چرا که دنیا بسیار وسیع و بزرگ بود و فرصت نمی کرد که دوباره کشوری رو مسخر کنه. چنگیز از روی وحشیگری فرمان به کشتن نمیداد، بلکه برای رسیدن به هدفش، یعنی پادشاهی بر جهان، اون رو وامی داشت که دست به چنین جنایت و تجاوزی بزنه. تو قلب آسیا قراختائیان دولتی تشکیل داده بودند که به سرزمین پهناوری حکومت می‌کردند. این دولت کاملا عشایری بود، فاقد تشکیلات شهرنشینی بود. اونها تونسته بودند که با دزدی، راهزنی های قبیله بیابانگرد به قدرت برسن. این دولت هیچ وقت سازمان دولتی مقتدری نداشت و اتحاد این دولت به واقع از قبایل چادرنشین تشکیل شده بود. اما میرسیم به قرن 13 میلادی، وقتی که دولت چنگیز شبیه به یک بهمن خطرناکی در اومده بود. مرزهای شرقی قراختائیان مثل مرزهای تمامی عشایر و قومهای چادرنشین نامعلوم و نامشخص بود. دولت قراختایی چندان نظری به سمت مرزهای شرقیش، جایی که مغول‌ها اونجا بودن، نداشت. بیشتر نظرش معطوف به غرب بود، جایی که خوارزمشاهیان در اونجا حضور داشتن و گهگاهی به خاطر تصرف مناطق حاصل خیزشون تو جنگ و ستیز بودن. این موضوع برای چنگیز مساعد افتاده بود، چرا که حریف خطرناکش دست بسته بهش پشت کرده بود. تو اون زمان چنگیز قبایل مغول رو کاملا با هم متحد کرده بود و دولت نیرومندی رو تشکیل داده بود
و همین خاطر دولت قراختائیان رو دیگه آدم حساب نمی کرد. برای مغلوب کردنشون عزمش جزم‌تر شد. اما نکته دیگه‌ای که چنگیز رو ترغیب می کرد که سرزمین قراختائیان رو تصرف کنه وجود راه‌های قدیم بازرگانی بود. چنگیز خان تو اون اواخر با مشکلات اقتصادی روبرو شده بود. تازه هم به اهمیت بازرگانی جهان پی برده بود. حکومتش از مواد اولیه محروم به کالاهای وارداتی به خصوص به اسلحه نیازمند بود. به همین خاطر دنبال فرصتی میگشت که با تمام قواش بر اونها بتازه. اما تو همون زمان از اون طرفم یعنی توی غرب سلطان محمد خوارزمشاه با یک لشکر مجهز و بیشمار دولت قدرتمندی رو تشکیل داده بود. این دولت از مرزهای هند و خلیج فارس تا دریای سیاه و دریای کاسپین یا همین دریای خزر امروز خودمون، از عربستان تا دریاچه آرال و کرانه‌های غربی پامیر فرمان روایی می‌کرد. به واقع جورایی تمام مردهای مسلح کشورهای اسلامی زیر پرچم واحدی شمشیر می‌زدند. محمد خوارزمشاه از خاندانی بود که تازه به دولت و قدرت رسیده بود. نیاکانش از غلامان سلجوقیان بودند، یه جورایی تازه به دوران رسیده بودند. به همین خاطر شخصیتی مغرور و بلند پرواز داشت. اما با این حال خلیفه مسلمین به حساب می اومد و ازش خیلی حساب ها می بردن. دانشگاه‌های بغداد و سمرقند که اون زمان جزو درخشانترین شهرهای اسلام به حساب می اومد، اون رو می ستودن و فرمان بردارش بودن. از اون چرا که گفتیم این نتیجه رو میشه گرفت که تو ابتدای قرن 13 میلادی دو فرمان روای مقتدر بر آسیا حکومت میکردن. هر دوتاشون دارای لشکرهای آماده به پیکار داشتن و به گونه‌ای تشنه پیروزی و فتوحات تازه بودن. هر دوتاشون جزو دولت‌های نظامی بودن و همین خاطر با به قدرت رسیدن چنگیز مغول خواسته یا ناخواسته اختلافاتی در حال شکل گرفتن بود. چنگیز خان مغول خودش رو یک بلای آسمونی و تازیانه خدا بر روی زمین میخوند. از اون طرف محمد خوارزمشاه خودش رو سایه خدا و شمشیر اسلام قلمداد میکرد. برخورد این دو امپراتوری بزرگ با هم در اون وقت نه تنها از نظر نظامی بلکه از جنبه ایدئولوژی همدیگر رو تهدید میکردن و یه جورایی هم خطر بزرگی برای همدیگه به حساب می اومدن. این مغولی امپراتور خودش رو بر اساس برتری نژاد قلمداد میکرد و به افکار مذهبی هم هیچ اعتنایی نداشت. اما برخلافش از اون طرف محمد خوارزمشاه دولتش بر پایه مذهب و سنت اسلامی بود و نژاد براش اصلا اهمیتی نداشت. تو اون دوران دولت پوشالی قراختائیان ما بین این دو دولت قدرتمند قرار گرفت و میبایست که به زودی تکلیفش روشن بشه. اما به غیر از این موضوع مسئله مهمی که اون دو امپراتوری رو میتونست به جون هم بندازه وجود راههای بازرگانی بود. راههایی که از غرب به امپراتوری ایران و از شرق به امپراتوری چنگیز وصل می شدن. هر وقت که یکی از این دوتا مانعی بر سر کاروانها ایجاد می کردن مبادله کالاها امکان پذیر نمی شد و می خوابید. تو قرون وسطا تجارت با سرزمین های هر دو دولت آسیای مرکزی حکم حیاتی داشتند. قراختائیان که تو اون زمان کاملا خطر رو از هر دو جناح چپ و راستشون احساس می کردن دست به کار احمقانه‌ای زدن. نیروهای خودشون رو تو هر دو جناح به سمت دشمن فرستادن به امید اینکه نتیجه مطلوبی عایدشون بشه. قراختائیانی که تاب جنگیدن با هر دو جناح رو نداشتن کم کم طوری ضعیف شدن به گونه‌ای که فقط نظارگر حوادث بودن. شهرهای پر ثروت و دشهای استوار ماوراء نهرشون یکی بعد از دیگری به دست سلطان محمد خوارزمشاه میافتاد. از اون طرف هم چنگیز مغول تقریباً بقیه سرزمین اونها رو بدون اینکه با مقاومت جدی روبرو بشن به تصرف خودش در آورد.
فتح سرزمین قراختائیان اونقدر بی سر و صدا و با سرعت انجام گرفت که سلطان محمد خوارزمشاه خودش رو یک باره در برابر عمل انجام شده دید. یک باره با همسایه تازه ای روبرو شد. تقریباً بین قرارگاه‌های سربازای سلطان محمد و پیشقراولان مغول چند صد کیلومتر بیشتر فاصله نبود. به همین خاطر تماس آنی و روبرو شدن بین این دو امپراتوری بزرگ امکان پذیر نبود. بعد از این اتفاقات آتش جنگ بزرگی که به خاطر جنگ بازرگانی که بین این دوتا حریف ناآشنا در گرفته بود زبانه می کشید. چنگیز مغول در ابتدا چند سفیر به دربار ایران فرستاد که این هیئت با ارسال چند هدیه از طرف چنگیز مغول خواستار روابط دوستانه با دولت ایران شد. ما اگر بخوایم به زبان ساده سیاسی امروز حرفی بزنیم باید بگیم سفیران چنگیز خان درباره منافع اقتصادی هر دو کشور و آرزوی قلبی خان مغول برای برقراری روابط دوستانه و اظهار نظر کردن و امیدواری کردن و ظاهراً چنگیز پیشنهاد میکنه که دو کشور همسایه بهتره که با هم قرارداد بازرگانی معتبری رو منعقد کنن. اما تو این پیامی که چنگیز برای سلطان محمد میفرسته و ابراز میکنه یک شیطنت نسبتاً کوچیکی درش نهفته بود. این سفیر خان مغول بعد از گزارش و شرح‌های پیروزی خان مغول بیابانگرد وحشیش تو سرزمین چین و چند تای دیگه و بدون اینکه از کشورهای مغلوب شده بدبخت هم حرفی بزنه اینطور نقل قول میکنه: سرور من یعنی خان مغول شاهی صلح جو، برای سلطان یعنی محمد خوارزمشاه بیم و اندیشه از جانب او نیست. بهترین نشانه حسن و نیت سرورم این است که شهریار مغرب یعنی شاه ایران را فرزند خود می‌خواند. به واقع لفظ فرزند تو فرهنگ دیپلماسی آسیا به معنی دست نشانده تعبیر شده. سلطان محمد جانب احتیاط رو از دست نداد. قبل از اینکه وارد مذاکره بشه برون شد تا از وضع و حال واقعی این فرمانده گستاخ مشرق زمین که هنوز هم هیچی نام و نشانی ازش در دست نیست و ازش هیچ شناختی نداره آگاه تر بشه. به همین خاطر با فرستاده چنگیز و به خصوص با هدایی که فرستاد با مهربانی برخورد کرد. از اون در وصف تصرف چین توسط چنگیز سوالها کرد. فرستاده چنگیز هم تمام وقایع رو با جزئیات تمام و رنگی براش شرح داد. شاه از شنیدن این خبر کمی شوکه شده بود و به فکر فرو رفت و بعد از سفیر پرسید که آیا سپاه چنگیز خان در قدرت با سپاه من میتونه برابری بکنه؟ سفیر این گونه پاسخ میده که اگه سپاه خوارزمشاه رو چو خورشید بدانیم، اردوی چنگیز خان رو باید چو ماه دونست. بعد از این ملاقات سلطان محمد فرستاده چنگیز خان رو با هدایایی روانه سرزمینش کرد و مؤدبانه هم وعده دوستی داد، اما از انعقاد قرارداد دوستی و همکاری متاسفانه سرباز زد. سلطان محمد اطلاعات چندانی درباره قدرت و امکانات مغول‌ها نداشت و اصلا نمیخواست داشته باشه. از طرفی برخلاف سلطان محمد خوارزمشاه رقیبش از اونچه که توی آسیای غربی اتفاق میافتاد کاملا مطلع بود. حتی گفته شده که چنگیز با خلیفه بغداد در ارتباط بود. این دو به توافق رسیده بودند که بر علیه امپراتوری ایران اقداماتی کنند و شاه ایران رو به خاک سیاه بنشونن. خلیفه مسلمین تو این مذاکرات از روش متداول اون زمان استفاده می کرد تا بتونه پیک خودش رو محرمانه و مخفیانه از بین خاک دشمن به مقصد مورد نظرش یعنی امپراتوری مغول‌ها روونه کنه. این خلیفه مسلمین ناغلا فرمون میداد که سر پیکی رو بتراشن، اون وقت تا بتونه یادداشت سیاسیش رو روی پوست سر این بنده خدا خالکوبی کنه.
تمام اون چیزی را که روی سرش خالکوبی میشد رو بهش هم گوشزد میکردن. بعد از مدتی که موی سر پیک بلند میشه، اون رو با لباس مبدلی بین کاروانهایی به سمت مغولستان حرکت میدادن. از اون طرف هم چنگیز 2 مرتبه سر پیک این مادر مرده رو میتراشید و پیام شفاهی رو هم از دهونش هم از چیزی که بر روی کلش خالکوبی شده بود اون رو تطبیق میداد. فرض این پیشنهاد که چنگیز با خلیفه بغداد با هم در ارتباط بودن چندان بیپایه و بی اساس نبود، چرا که بعدها وقتی که خان مغول با پادشاه ایران در حال نبرد بود، خلیفه کاملا بی‌طرف بود برای ترغیب کردن مسلمون ها برای اعلام جنگ مقدس یا جهادیشون بر ضد چنگیزخان خودداری کرده بود و لام تا کام حرفی نمیزد. با این حال چنگیز به خوبی درک میکرد که زمان داره به سودش به جلو میره. با اختلافی که بین خلیفه مسلمین و پادشاه مسلمین یعنی محمد خوارزمشاه به وجود اومده بود، تخت سلطنت سلطان ایران به لرزه افتاده بود و بدون شک دنبال فرصتی میگشت که بتونه در برابر جهانیان خودی نشون بده. اما روزی کاروان تجارتی از سرزمین ایران به پایتخت چنگیزخان وارد میشه. کالاهای تجارتی خودشون رو به بهای گزافی میفروختن. چون علت گرونی کالاها رو جویا میشن، علت گرونی اونها رو نتیجه سنگین بودن تعرفه راهداری و باجگیری بیان میکردن که در قلمروی حکومت خوارزمشاه از اونها گرفته میشد. چنگیزخان مغول که آدم باهوش و با ذکاوتی بود واقعاً، با این همه تمام کالاهای بازرگانان رو به قیمت خیلی خوبی ازشون میخره. به همین صورت زیرکانه نام خودش رو توی سراسر بازارهای آسیا به عنوان یک خریدار با انصاف بر سر زبونها میندازه. اما بعد از مدتی کم که میگذره، این بار یک پیک کاروانی مغولی با به همراه داشتن کالاهای چینی از مغولستان حرکت میکنن و خرامان وارد مرزهای شرقی ایران میشن، یعنی از سیر دریا وارد اترار میشن. به واقع تو این نقطه مرزی بود که آغاز بدبختی ایران و ایرانی شروع میشد. جنگجوها و سربازایی که بر سر این مرزها پاس میدادن روحیه جنگی و جنگاوری زیادی داشتند. به خاطر تصرفاتی که در ماوراءالنهر نصیبشون شده بود، سرشار از غرور و نخوت شده بودند. پس اون زمان با ورود این کاروان، حاکم اترار که به هیچ وجه باورش نمیشد که یه همچین کاروانی به راستی برای خرید و فروش به ایران اومده باشه. یعنی چی؟ گمانش بر این بود که اونها جاسوسای خطرناکین و برای خبرچینی به سرزمین خوارزم اومدن. پس فرمون میده که کاروان رو در ابتدا متوقف کنن و چیزی نمیگذره که دستور میده اونها رو از دم تیغ بگذرونن. سلطان محمد اگرچه در دلش با این اقدام موافق نبود، چون چیزایی که از سفیر مغولستان شنیده بود اون رو به لرزه انداخته بود، اما به ناچار اون رو تایید میکنه، چرا که حکمران پرشور اترار مظهر جنگاوری خوارزمشاهیان به حساب می اومد. با این وجود چنگیزخان به جای اینکه در صدد انتقام باشه، باز نماینده‌ای رو به عنوان اعتراض نزد شاه ایران میفرسته. از اون مجازات مسببین کشتار کاروانیانش رو طلب میکنه، اما سلطان ایران از اون درخواست سر باز میزنه. اگر چنگیزخان با استفاده از وضع موجود ماری بین گلهای باغ خوارزمشاه رها نمی‌کرد و یا اگر سلطان محمد جانب حزم و احتیاط رو می‌گرفت، شاید بلایی که رسید به خیر می‌گذشت. چنگیزخان مغول یکی از رعایای سابق خوارزمشاه رو که مرتکب خیانت شده بود و از خوارزمشاهیان روی برگردانده بود، به سمت ریاست فرستادگانی که به دربار ایران میفرسته انتخاب کرد. این اقدام چنگیزخان یک اقدام تحریک‌آمیز تلقی میشد. کسایی که در دربار شاه ایران طرفدار جنگ بودن، بهانه و دودل بودن شاه رو برای گرفتن تصمیم شدید بر این اقدام جسورانه مغول‌ها برطرف کردند. یعنی چی؟
یعنی سر از تن رئیس هیئت مغول‌ها که سابقاً از رعایای ایران بود رو جدا کردن و همراهانش رو با سر و رویی تراشیده و با وضع توهین‌آمیزی به مرز مغولستان برگردوندن. این اقدام خوارزمشاهیان اقدامی بود تجاوز به حقوق ملت‌ها. در واقع چنگیز مغول شاه ایران رو به جایی که می‌خواست کشونده بود. حالا فرصت پیدا کرده بود تا با قیافه‌ای حق به جانب اعلام کنه که همسایه بد آرامش و آسایش را سلب می‌کند. این چنگیزخان وحشی باهوش و مدبر در برابر همگان به خاطر کار ننگینی که خوارزمشاهیان مرتکب شده بودند چندونه اشک از چشمانه سرازیر شد. به روایتی چند روزی بر فراز کوه‌ها رفت، به کنج عزلت نشست تا برای گرفتن انتقام دعا بکنه و سوگند بخوره. در حالی که ستادش یعنی ستاد مغول با شدت و حدت بسیاری مشغول به آماده کردن تجهیزات جنگیشون بودن. پیک دیگه ای روونه دربار شاه ایران میکنه که این پیک به جز چند کلمه مختصر که سراسر جهان رو قریب 100 سال به لرزه انداخت به شاه ایران گفت. این جمله پرمعنی اعلان جنگ بود. اعلان جنگ چنگیزخان چنین بود: تو جنگ را برگزیدی و تنها خدا می‌داند که کار ما چگونه پایان خواهد یافت. به هر حال رشته مذاکرات بریده شد و جنگ اعلام شد. ولی با این همه آرامشی که قرنها پیش در آسیا سابقه نداشت هنوز هم در این قاره حکم فرما بود. با اعلان این جنگ هر دو حریف سرگرم تجهیز ملل زیر فرمان خودشون شدند. تنها کوهستان سخت گذر و صعب العبوری به اندازه 2 کیلومتری بود که بین این دو حریف رو فاصله انداخته بود. چنگیز از 1 سال پیش فرماندهی سپاهیانی رو که توی چین می جنگیدن رو به سردار سالخورده خودش سپرد و به اون فرمون داده بود تا سراسر چین شمالی رو با 30,000 سواره زبده خودش تصرف کنه. اسبهای مغول‌ها باید راه دور و دراز و سخت کوهستانی رو طی کنن، پس تمام تابستون رو توی چراگاهاشون رها شدن. قبل از سفرشون باید سیر بشن. برای هر سواری چند اسب یدک فراهم شد. همه چیز از ارزن گرفته تا گوشت قرمه و کشک و رشته های زه و کمان و وسایل دوخت و دوز و چیزهای دیگه همه از قبل تهیه شده بودند. فرمان بسیج عمومی که طبق قانون اجباری صادر می شد، پس هیچ مرد سالمی نمیتونست که توی کشور باقی بمونه. خان مغول به زنها فرمون داد که تو غیبت سپاه نظم و آرامش رو حفظ کنند و در نگاهداری چادرها و گله ها بکوشند. سپاه چنگیز زیر فرمان خودش و 4 پسرش جوجی، اکتای، جغتای و طلوعی به حرکت در اومد. این سپاه حد اکثر از 200,000 سرباز منظم تشکیل شده بود. به خلاف ادعای بعضی از وقایع نگارهای جدید سیل بنیانکن نبودن. با این همه رهبری این 200,000 مرد جنگی با خدم و حشمش با گذر کردن از کوهستانهای صعب العبور، اون هم تو فصل زمستون، کار خیلی دشوار و غیر ممکنی بود. ساکنین استپ مغولستان مردهای نازپرورده و راحت طلبی نبودن، در برابر سرما و گرسنگی تحمل باور نکردنی داشتند. اسب‌هاشون هم مثل سربازهای مغولی به گرسنگی و تشنگی عادت کرده بودند. تنها چند بوته گیاه یا پوست درختایی که توی سر راهشون پیدا میشد به اون اکتفا می‌کردن. ذخیره آذوقه سپاه چنگیز از راه شکار و غنایمی که به دستشون میومد تکمیل میشد. هر وقتم چیزی برای خوردن نداشتن، فقط یکی از رگ‌های اسبشون رو می‌بریدن و چند قطره از اون خون گرم می‌خوردن و بعد اون رگ رو خیلی آروم می‌دوختن. سپاه چنگیز در 3 ستون به سمت ایران حرکت می‌کرد.
جوجی فرزند بزرگ و نامشروع خان و سوباتای سردار پیر خان مغول و خود چنگیز مغول که فرماندهی سپاهیان رو به عهده داشت. اما در ایران سلطان محمد خوارزمشاه هم در حال تدارک جنگ بود، اما چه جنگی؟ کشوری ثروتمندتر و قشونش از لحاظ نفر بیشتر بود، اما با دشواری‌های سختی دست به گریبان شده بود. پادشاه ایران مثل چنگیزخان ملتی مسلح و آماده به پیکار نداشت. چنگیزخان مزد سپاهیانش رو فقط از غنایمی که از جنگ به دست می آورد میداد، در صورتی که خوارزمشاه مزد سپاهیانش رو از خزانه دولت باید می پرداخت. مالیات های اون سال دولت خوارزمشاه 1 سال قبل از موعد گرفته شد، به طوری که اون سال مردم 2 مرتبه مالیات پرداخت کردند. به همین خاطر به هیچ وجه روحیه جنگجویی مردم تحریک و تقویت نشده بود. گذشته از این، سلطان ما باید به یک جنگ دفاعی میرفت که حتی در صورت پیروزی سربازاش غنیمتی به جز تخت سنگ برهنه و اسبهای لاغر و کثیف و نیمه جون چیز دیگه‌ای نمیتونست به دست بیاره، پس هیچ انگیزه‌ای در کار نبود. سلطان محمد خوارزمشاه اطلاعات دقیق و صحیحی از نیرو و سازمان سپاه مغول‌ها نداشت. حتی بنده خدا نمیدونست حمله اونها کی و از کجا شروع میشه. پس سلطان محمد برابر دشمنی که معلوم نبود از کجا و کی حمله میکنه نمیتونست روش دفاعی درستی رو پیش بینی بکنه. این شاه مفلوک خوارزمشاهی فکر میکرد در معرض حمله گروهی راهزن وحشی قرار گرفته که طبق روش بیابانگردی مشرق زمین تاخت و تازی میکنن و بعد از مدت کوتاهی هم خسته میشن و کم کم متلاشی میشن. به همین خاطر سعی کرد که روستاها و استحکامات شهرهاشو استوارتر کنه و اونها رو به حالت آماده باش در آورد. اما در آغاز بهار به سلطان ایران خبر دادن که سپاه کوچیکی از مغول‌ها از کوههای فلات سیردریا دارن پایین میان. دیده‌وران تعداد اونها رو حد اکثر 40,000 نفر تخمین زدن. گفتند که اونها وضعیت بسیار اسفناکی دارن و از گرسنگی شبیه آدم‌های نیمه جون هستند. پس شاه خوشحال شد، نیرومندترین سپاه خودش رو که 2 برابر سپاه مغول‌ها بود اونها رو روونه جنگ کرد. سوباتایی که سردار عاقلی بود صلاح رو در این دونست که عقب نشینی کنن. اما جوجی پسر خان مغول که این کار رو ننگ میدونست این عقب نشینی رو قبول نکرد. پس جنگی بین این 2 سپاه در گرفت، جنگی که هر 2 سپاه تلفات زیادی دادن. مغول‌ها که از جنگیدن با سپاه بیشمار ایرانی ها ناامید شده بودند، در تاریکی شب چنان عقب نشینی کردند که وقتی خوارزمشاهیان به خودشون اومدن، سپاه مغول خودش رو به کوهستان‌هایی که با میدان جنگ 3 روز فاصله داشت رسونده بودند. سپاه سلطان محمد تو اولین جنگ با مغول‌ها پیروز شد، پیروزی که براشون بسیار شوم و نافرجام موند. با گذشت چند روز از این جنگ خبر دلهره آوری به شاه ایران دادند که از جنوب تقریباً پشت سر سپاه دیگه‌ای از دشمن حمله کرده. سپاهی که جبنویان مغولی اون رو به عهده داشت. این شرایط خطرناکی برای ایران بود، چرا که سلطان محمد سپاهش بین گازنبوری گیر افتاده بود، چرا که جبنویان از جنوب تاخته بود و جوجی پسر چنگیز هم شمال رو دور زده بود و برای محاصره شهرهای مستحکم قسمت مرکزی سیردریا پرداخته بود. یعنی هر وقت که سپاه جوجی در اقدام خودش موفق می شد، 2 لشکر مغول به صورت گازنبوری به هم می رسیدن و ارتباط سپاه شاه با پشت سرش قطع می شد که شد. چون با در نظر گرفتن سرعت عمل مغول‌ها این نقشه تو مدت زمان کوتاهی عملی شد. رفته رفته خبرهای هراس‌انگیزی از سرنوشت شوم شهرهایی که به دست مغول‌ها میافتاد به خوارزم میرسید. در شهر سقناق که کنار رود جیهون واقع شده بود، مغول‌ها مردم شهر رو که بیش از 200,000 نفر بودن رو از دم تیغ گذروندن.
ساکنین چند شهر دیگر رو به صحراها روونه کردند و ناچار بودند که با شکمی گرسنه و تنی لرزان از سرما غارت شهرشون رو ببینن و از ترس دمی نزنن. به طوری که خیلی زود تمام شهرهای کنار سیر دریا غرق آتش و خون شد. مغول‌ها تو هیچ جایی رحم و مروتی نداشتن. حتی سربازایی رو که فرار می‌کردن و به مغول‌ها می‌پیوستن همه رو از دم تیغ می‌گذروندن. این حوادث تازه شروع بدبختی‌ها بود، چرا که سپاه اصلی مغول‌ها به فرماندهی چنگیز که از وجود اون خبری نداشتن که اصلاً کجاست سر و کلش از شمال غربی بخارا، جایی که واقعاً اصلاً کسی انتظار اون رو نداشت، پیدا شد. خان مغول با پیشروی استتارگونه خودش طوری از صحرای سیر دریا که گذر ناپذیر شمرده میشد گذشت که یک دفعه پشت سر دشمن خودش قرار گرفت و به سرعت به قلب خوارزم نزدیک میشد. سپاه سلطان محمد از هم پاشیده شده بود. شاه آخرین قوای خودش رو به بخارا و چند دژ دیگه‌ای که هنوز تونسته بودن مقاومت کنن فرستاد. خودش هم که در سمرقند مستقر شده بود چنان گیج و مبهوت و ناامید شده بود که دیگه قادر به کوچکترین تصمیمی نبود. در نهایت جبهه خوارزم شکست و سازمان دفاعی اون هم پاشیده شد. به خاطر ترس و دودله‌ای که بر شاه چیره شده بود، روز به روز بی‌اعتمادی ها نسبت به فرمانده کل سپاه بیشتر می شد. در نتیجه دشمنی ها و مخالفت های قدیمی طبقه ممتاز ترک و ایرانی های دیگه بیشتر خودش رو نشون میداد. اختلاف عقیده، اختلاف نظری که بین پایگاه‌های نظامی و مردم غیر نظامی باعث شد که امکانات دفاعی مؤثر از بین بره. چنگیز مغول بخارا را بدون هیچ مقاومتی اشغال کرد. پایگاه ترک این شهر که در اون شهر مستقر بودن چیزی حدود 20,000 نفر بودن که از دروازه شهر بیرون میان. خواستن که شکافی رو بین صفوف سپاه مغول‌ها ایجاد کنن، اما چنگیز با حیله گذاشت که اونها پیش بیان. همین که تمامی 20,000 تن در بین سپاه مغول قرار گرفت، تمامشون رو از دم تیغ گذروندن. بخارا که تقریباً مدافعی نداشت، نتونست ایستادگی بکنه، پس چنگیز وارد بخارا شد. این شهر که کانون مذهبی اسلام به شمار می رفت، او خواست که ضربه مهلکی به مذهب اسلام فرود بیاره تا بتونه ناتوانی اون رو به دنیای اون روز نشون بده. خان مغول سوار بر اسب وارد مسجد جامع اعجاب انگیز بخارا شد. با کلاه خود چرمین خودش در حالی که سلاحش به هم میخورد و صدا میداد، از منبر بالا رفت و خدا و پیامبرش رو ناسزا گفت و ادعا میکرد که بر خدا پیروز شده. برای توهین و بی احترامی بیشتر به فرماندهاش اجازه داد که در مسجد جشن بگیرن و باده گساری کنن. در آن روز شراب مثل سیل روان شد. آواز روسبیان، فریاد و ناله های دختران نجیب زادگان مسلمون در زیر قبه مسجد منعکس شد. کتابخونه ها آخر اسب ها شد. قرآن ها به زیر لگد اسبا افتادن و علمای تراز اول رو برای خدمت و تیمار اسبهاشون گماشتن. چنگیز خان بعد از چند ساعتی که در بخارا مونده بود سوار بر اسب شد و پیش تاخت تا بتونه محمد خوارزمشاه رو که توی سمرقند بود رو دستگیر کنه. در پشت سرش بخارا تو بین شعله های آتیش میسوخت و تنها مسجدها بودن که ساختمونشون سالم مونده بود چون آجری بودند. شهرهای دیگه که دچار ترس و هراس بیپایانی شده بودن دروازه های خودشون رو به روی مغول‌ها باز می‌کردند و امان می‌خواستند. در صورتی که مغول‌های وحشی حتی به بچه‌های شیرخوار هم رحم نمی‌کردند. تو بعضی از مناطق ایران سپاه مغول فرمان می‌گرفت که همه جانداران از سگ و گربه گرفته همه رو باید از بین برد. تو خرابه‌های شهرهایی که روزی آبادترین شهرهای جهان بودن سبزه و گیاه سبز می‌شد. زمین میبایست به صورت صحرایی بی پایان در می اومد.
جهنم بر روی زیباترین و آبادترین استان کشور ایران منتقل شده بود. سواران چنگیز در طی چندین ماه چنان وحشتی در دلها پدید آورده بودند که اونها را موجوداتی غیر انسانی و شیطانهایی شکست ناپذیر می دونستند. به راستی فرزندان تنگدست وحشی بیچیز استپ‌های گوبی که قرنها تو آتیش حسرت نعمتها و لذتهای کشورهای دور دست سوخته بودن، ناگهان خودشون رو در سرزمینی که ثروتهای افسانه‌ای داشت دیده بودن. سمرقند تو اون دوران مثل گلستانی پرشکوه در بین بوستانها و گلزارها و خونه‌های سفید ییلاقی قرار داشت، اما مغول‌های وحشی اون رو با خاک یکسان کردند. بعد از فتح یکی از شهرها، چند سوار مغول زنی رو میبینن که مرواریدی رو قورت میده. پس شکم اون زن رو پاره میکنن تا اون مروارید رو بیرون بیارن و چند ساعت بعد هم تمامی مردم اون شهر رو که 1000 نفر بودن به این سرنوشت دچار کردن. چرا که مغول‌ها فکر میکردن که ممکنه دیگران هم مثل این زن گوهراشون رو بلعیده باشن. سپاه مغول وقتی به سمرقند رسید، سلطان محمد پای تخت رو ترک کرده بود. اونطوری خودش رو گم کرده بود که نه تنها خودش فراری شده بود، بلکه به مردم هم توصیه میکرد که اونها هم دست از مقاومت بردارن و ایستادگی نکنن. پس در شهر سمرقند هم سنگی به روی سنگ و آدمی زنده باقی نموند و در اون زمان سمرقند چیزی حدود 500,000 جمعیت داشت. سلطان محمد با چند نفر از نوکرای با وفای خودش برای رسیدن به افغانستان کنونی به سمت گردنه هندوکش فرار کرد. اما چون متوجه شد که مغول‌ها با پیشروی سریع خودشون در صدد قطع ارتباطش با ولایت‌های غربی کشورش هستند، تصمیم خودش رو تغییر داد. به سمت غرب و ظاهراً به عراق فرار کرد. این شاه خوارزمشاه امیدوار بود که اونجا که انتهای کشورش بود جای امن و راحتی برای خودش پیدا کنه، اما اون از اراده تزلزل ناپذیر چنگیز و مغول‌ها بیخبر بود. چنگیز حاضر نمیشد که بذاره دشمن خونخوارش از چنگش فرار کنه. به همین خاطر شورای جنگی تشکیل داد که در اون 20,000 مرد جنگی رو در اختیار جبنویان و سوباتای قرار داد. به اونها دستور داد که شاه رو به هر جا که میره، هر جا فرار میکنن رو تعقیب کنن تا دستگیرش بکنن. باید زنده یا مرده اون رو براش بیارن. این دو سردار در طرز اجرای فرمان خان مغول هم کاملا آزاد بودن. این دو سردار هم با سوارهای نخبه خودشون بر اسباشون نشستن و نزدیک به 2 سال همه جا رو زیر رو کردن. راهپیمایی اونها افسانه آمیزترین راهپیمایی تاریخه. تو این تعقیب 2 ساله 40 درجه طول جغرافیایی رو روی 20 درجه عرض جغرافیایی پیمودن، به طوری که روزانه تقریباً 150 کیلومتر اسب میتاختن. اون دو سردار تمامی شهرها رو زیر پا گذاشتن. قشونهایی رو که تعدادشون بیشتر از قشون اونها بود رو شکست میدادن. از دشتها، بیابونها، باطلاقها، روستاها و کوههای ناشناس عبور میکردن. دولت‌های بزرگی رو به اطاعت خودشون در آوردن. از محل پل‌ها، جاده‌ها، معدن‌ها اطلاع پیدا می‌کردن. هر شهری رو که می‌گرفتن حکمرانی از جانب خودشون انتخاب می‌کردن، به طوری که با یورش‌های برقاساشون ترس و هراس رو تا قاره اروپا گسترش دادن. جبنویان و سوباتای به دنبال سلطان محمد بخت برگشته می‌رفتن. در ابتدا از استانهای غربی ایران گذشتن. این دو سردار مغول سپاه خودشون رو به 2 قسمت کردن و هر کدوم فرماندهی قسمتی رو به عهده گرفتن. شاه ایران که دشمن خودش رو در تعقیب خودش میدید مجبور شد که گنجهای خودش رو از دست بده. سلطان محمد که کاملا ناامید شده بود انواع و اقسام حیله ها رو به کار میبست تا بتونه رد پای خودش رو از چشم دشمن و دنبال کننده هاش گم کنه. اما مغول ها که ولکن نبودن، بهش چسبیده بودن و رهاش نمی کردن.
طوری شده بود که سلطان محمد نفس گرم اسب‌های مغولی رو در پس گردن خودش حس می‌کرد و فرصت خوردن و خوابیدن نداشت. اما سرانجام این فراری بیچاره که تک و تنها و بی یار و یاور شده بود خودش رو به کنار دریای کاسپیان یا همون خزر خودمون میرسونه. زمانی که داخل مسجد میشه در حال نماز خوندن بود، جلوداران مغول به سرش میریزن، اما به هر صورتی که شده میتونه خودش رو از چنگ اونها فراری بده و به یک قایق ماهیگیری خودش رو میرسونه. در حالی که تیرهای مغولی بر سرش میریزه تونست از اون ساحل دور بشه. سوارای مغول اسباشون رو به آب زدن و تلاش میکردن که خودشون رو به شاه ایران برسونن، اما حتی با غرق شدن 100 تن از سواران مغولی اونها نتونستن که اون رو دستگیر کنن. سلطان محمد هم خودش رو به هر زحمتی هست به یک جزیره کوچیکی میرسونه. فرسوده و بیمار و ناتوان شده بود. بیماری کوزاس هم داشت که در نهایت آخرین هفته‌های عمرش رو در درون اون جزیره به پایان رسوند. اما کمی قبل از مرگ سلطان ضربه روحی دیگه‌ای هم بهش وارد شد. بهش خبر دادن که تمام خانواده و حرمش به دست مغول‌ها افتادن که جبنویان و سوباتای این غنیمت رو ضمن راهپیمایی‌هاشون به دست آورده بودن. مادر سلطان محمد بخت برگشته بقیه عمرش رو در دربار خان مغول به سر برد. از بخت بدش هم عمر طولانی هم براش رقم خورد. بهش اجازه میدادن که هر روز از خردریزهای سفره چنگیزخان گدایی کنه. سلطان محمد بعد از چند هفته در جزیره دور افتاده آبسکون درگذشت که به هنگام مرگش حتی پیراهنی نداشت که بخوان اون رو کفنش کنن. جبنویان و سوباتای اردوی زمستونی خودشون رو کنار دریای خزر سپری کردند و بعد از تموم شدن مأموریتشون در مورد سلطان محمد آزادی عمل و اختیارات تام خواستن و اجازه گرفتن که تمام کشورهایی رو که پیش از اون تابع هونها و ترکان بودن رو به اطاعت منظم چنگیز مغول در بیارن که این خودش موضوع کوچیکی نبود، چرا که این 20,000 مرد جنگی لحظه آرامش نداشتند. در زمان حمله مغول‌ها به ایران حکایت شده که در بعضی از مناطق حتی زنها نیز در صفوف متجاوزگران مثل مردها می جنگیدن. چیزی که باعث حیرت میشه اینه که مغول‌ها هیچ وقت تسلیم نمی شدن و مرگ رو به تسلیم شدن در برابر دشمن ترجیح می دادن. وقتی که مغول‌ها محاصره می شدن و امیدواری و فراری نمی دیدن، خودشون رو از روی اسب با کله به زمین می زدن تا بمیرن. 1 سال بعد مغول‌ها از کوههای بلند قفقاز که همیشه سرپوشیده از یخ و برف بود گذشتن تا خودشون رو به استپ‌های بزرگ روسیه جنوبی، یعنی قبیله‌ای که قبچاق‌ها در اونجا سکونت می‌کردن، برسونن و رسوندن. این قبچاق‌ها در واقع برادرای همخون مغول‌ها بودن. بیابانگردهایی بودن از نژاد اورال آلتایی که توی مهاجرت اقوام به اروپای شرقی به این منطقه اومده بودن. سرزمینشون قبلاً بخشی از قلمروی هونها و ترک‌ها بود. به واقع به گونه‌ای از آیین برگشته بودن که یه جورایی دوباره باید به همکیشاشون بپیوندن و فرمان روای چنگیزخان رو بپذیرن و باید به زیر فرمانش باشن و راهی هم جز این نداشتن. بعد از ورود مغول‌ها به سرزمین قبچاق‌ها ابتدا از در دوستی وارد شدن و خودشون رو بسیار آروم و آشتی پذیر و آشتی جوی نشون میدادن. مسئله خویشاوندی و همخونیشون رو یدک میکشیدن و اونها رو به اتحاد و اتفاق فرا میخوندن. اما قبچاق‌ها در اون زمان دچار تردید شده بودن، دو دل شده بودن. از مسلح کردن سپاهشون هم غافل شده بودن. به واقع این چیزی بود که اون دو سردار مغول میخواستن که خیلی ناگهانی و یهویی به سر حریفشون ریختن و اونها رو شکست دادن. دون حال قبچاق‌ها از امیران روس کمک خواستن. این بود که دشمنای دیرینشون چون خطر رو احساس کرده بودن با هم متحد میشن. پس یک سپاه تقریباً 100,000 نفری از روس‌ها و قبچاق‌ها شکل میگیره. مغول‌ها که نیروشون تقریباً 5 برابر کوچکتر از اونها بود،
باز با تدبیری وارد مذاکره میشن، اما چون تدبیر و حیلشون نمیگیره مجبور میشن که به سرعت برق عقب نشینی کنن، در صورتی که باز قصد داشتن که دشمن رو با ترفندی به نقطه‌ای بکشونن تا بتونن ضربه جانانه‌ای به اونها بزنن. مغول‌ها بعد از گذشتن از یک رود باطلاقی ناگهان توقف میکنن، در صورتی که دشمن اونها رو تعقیب میکنه. زمانی که مشاهده میکنن که نیمی از سپاه دشمن از اون رود سخت گذر میگذره، مثل سیل بنیانکن بر اونها میتازن و کارشون رو یک سره میکنن. بعد از این شکست روس‌ها و قیپچاق‌ها در برابر مغول‌ها دیگه حرفی واسه گفتن نداشتن. 12 تن از امیران روس امان خواستن و تسلیم شدن، اما جبنویان و سوباتای به قول خودشون عمل نکردند و اونها رو به قتل رسوندن. تو نیمه های اول سال 1223 میلادی لشکر مغول از مرکز تا جنوب روسیه رو پیمودن و تا جایی که میتونستن همه جا رو به آتیش کشوندن مثل همیشه. به این دلیل بود که خبر مهم تشکیل امپراتوری چنگیزخان به اروپا هم رسید. اما تو اواخر سال 1223 پیکی از طرف چنگیزخان مغول به اون دو سردارش میرسه و خبر میده که سپاه اصلی مغول از مرزهای هند به طرف مغولستان برمیگرده. بایستی که جبنویان و سوباتای به اونها سری بپیوندن. پس دو سردار فرمان خان مغول رو سریع اطاعت میکنن و به طرف مغولستان برمیگردن. این دو سردار حرف گوش کن مغولی تو راه برگشتشون یه دفعه چشمشون به بلغارایی میفته که کنار رود ولگای میانه زندگی میکردن. پس گفتن یه دستی هم به سر و روی اونها بکشیم و اونها رو خراجگزار خودمون بکنیم. بعد از گذشت 2 سالی از این جریانات اینطور پیدا بود که جنگ بزرگ به پایان خودش نزدیک میشه. ولی ناگهان عصیان خونینی به رهبری جلال الدین خوارزمشاه که بعد از مرگ پدرش جوانهای کشور رو به دور علم خودش جمع کرده بود به وقوع پیوست. جلال الدین و یارانش پادگانهای مغولها رو از شهرها بیرون کردن و حکمرانای مغولی رو به قتل رسوندن. تونستن که قلعه های کوچیکی رو پس بگیرن. مسلمون ها با وجود سکوت خلیفه بغداد به جهاد برخاسته بودند. چنگیزخان در اون زمان متوجه شد که فقط یک اقدام سریع بیرحمانه میتونه این شورش ها رو فرو بنشونه و 2 مرتبه آرامش رو برقرار کنه. پس فرمان داد که سیل بنیانکنش دوباره به سمت آسیای غربی سرازیر بشن. به واقع شهرها و مناطقی که تا اون موقع از ویرانی نجات پیدا کرده بودن این بار دستخوش ویرونی شدن و شهرهای بزرگ مرو و هرات و نسا و نیشابور با خاک یکسان شدن. مغول‌ها حتی گروهی از سربازهای خودشون رو در اطراف شهرهایی که ویرون کرده بودن میذاشتن تا کسایی رو که بعد از رفتن سپاه مغول از گوشه و کنار بیرون می اومدن رو به قتل برسونن. این مغول‌های وحشی حتی جامعه ملایون رو به تن می‌کردن و شامگاهان مسلمان‌ها رو برای خوندن نماز به مسجدها می‌کشوندن تا با این حیله بتونن اونهایی رو که از پناهگاهاشون بیرون نیومده بودن رو بیرون بکشن و از دم تیغ بگذرونن. این مغول‌های وحشی، این جماعت وحشی کیزارها رو نابود می‌کردن و تمام 4 پایان رو با خودشون می‌بردن. تو بعضی از مناطق حتی سالی بعد از حمله مغول‌ها سگا و گربه‌هاش و موش‌ها شده بود غذای مردم. این شد که بیماری‌های همه‌گیر پدید اومدن و آدمخوری تو بین مردم گسترش پیدا کرد. در حقیقت هدف این خان مغول این بود که در قلمروی حکومت خوارزمشاهیان آخرین آثار تمدن و شهرنشینی رو از بین ببره تا بتونه اون رو تبدیل به استپی بزرگ بکنه، مثل استپ خودشون. شاید تلخترین ساعات عمر این مرد تو روزهایی که پا به سن پیری میذاشت ساعتی بود که متوجه شد برای تسلط کردن ملتش بر جهان باید جهان رو طوری دگرگون کنه که این کار تنها به دست خدا امکان پذیره.
فرو نشاندن شورش مسلمون ها توسط جلال الدین 2 مرتبه باز جلال الدین خوارزمشاه پسر سلطان محمد بود که ایستادگی میکرد و تسلیم نشده بود. جلال الدین برای بار دوم سپاه بزرگی رو توی جنوب تشکیل داد. سپاهی از مغول‌ها رو که با بی احتیاطی تو گردنه‌های هندوکش به تعقیبش رفته بودن رو غافل گیر کرد. پس جنگی در نزدیکی کابل در گرفت و تونست که 30,000 تن مغولی رو از دم تیغش بگذرونه. به واقع این تنها پیروزی خوارزمشاهیان بر مغول‌ها بود. خود چنگیز این بار با تمام سپاهش به جنگ با جلال الدین رفت. با خونسردی تمام اشتباه سردار شکست خوردش رو نادیده گرفت. اما تو سپاه جلال الدین اوضاع کمی تغییر کرده بود. چرا که متحدانش امیران افغان به خاطر به دست آوردن اسبهای مغول‌ها با هم به جنگ و دعوا پرداختن و که سرانجام هم اردوگاه جلال الدین رو ترک کردن و رفتن. جلال الدین به ناچار عقب نشینی میکنه، در صورتی که مغول‌ها با چنان سرعتی اون رو تعقیب میکنن که موفق شدن تا در کنار رود سند خودشون رو به سپاه جلال الدین برسونن. تو پیکاری که بین سپاه مغول‌ها و سپاه جلال الدین در میگیره، تقریباً تمام افراد سپاه جلال الدین کشته میشن، چرا که جز چاره‌ای جز غرق شدن تو رود سند و یا رفتن به سمت تیغ مغول‌ها نداشتن. اما خود جلال الدین از روی لبه پرتگاه رود که تقریباً 8 متری ارتفاع داشت خودش رو با اسبش به آب میندازه. اون میتونه به اون طرف رود بره تا از دست دشمن فرار کنه. چنگیز هم که سپاهیانش میخواستن خودشون رو برای دنبال کردن جلال الدین به آب بندازن، از این کار جلوگیری میکنه و اجازه نمیده که کسی جون خودش رو به خطر بندازه. فردای اون روز بخشی از سپاه چنگیز در تعقیب جلال الدین برمیان و وارد هند میشند. هندی که مغول‌ها تونسته بودن تا پنجاب اون رو نفوذ کنن، خودشون رو تا نزدیکی های دهلی هم میرسونن. اما دیگه نمیتونن که اثری از جلال الدین پیدا کنن. بدون اینکه به مقصودشون برسن، در حالی که گرما و آب متعفن هند رو به باد ناسزا گرفته بود برمیگشتن. چنگیز خان مغول بعد از 4 سال جنگ و کشتن 15 میلیون نفر از مسلمون ها، برانداختن دولتی بزرگ و به دست آوردن فرمان روایی بی رقیب، سرزمینی که از چین تا خلیج فارس و از بیابونهای یخزده سیبری تا هندوستان ادامه پیدا کرده بود، عزم بازگشت کرد بالاخره. تو این زمان چنگیز مغول 61 ساله بود. دیگه امیدی برای به دست آوردن اکسیر جوونی و داشتن یک زندگی جاویدان رو از دست داده بود. خوابهای آشفته‌ای میدید و احساس میکرد که پایان عمرش خیلی نزدیک شده.